درجه ها داده شده است برای اهل علم که بین دو درجهش 500 ساله راه کدومی ما 500 ساله ما داریم. برای همین این شریعت و بندگی ها بسیار نازکیه، بسیار کاری نازکی است. با سمع و ریا نباشه، از فرض واجب که بیرون باشه. سمع گفته شنواندن، ریا گفته نشان دادن. بشنوان که مردک حج کرده است، بشنوان که مردک گاو تقسیم کرده است، بشنوان که مردک در راه خدا خیر احسان کرده است، مسجد بنیاد کرده است، مدرسه بنیاد کرده است. ما شخصیت را غایبانه به زیارتش مشرف شدیم که در کره زمین 400 مسجد درست کرده است، کسی نمیدونه، نامش نمیدونه، نسبش نمیدونه، قد و قامتش ندیده است که سوی ما و صورت و چی هیکل است. انا برای همین ما چیزی نکردیم. اگر خداوند جل جلاله برای همین حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن که اگر خداوند به عدلش برسه وای بر حال ما که چیزی کرده نمیتوانیم. آیه قرآنی سوره آخری سوره تکاثر ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، بعد از آن پرسیده می شود شما رو در آن روز از نعمت‌ها. این نعمت‌های حضرت خداوند که بی اندازه و بی شمار. حتی علمای دین گفتن که توفیق طاعت یافتن این نعمت‌های با طاعت کنی و با شکرگزاری کنی با نعمت دیگری بالا پیوست شده. این یعنی که سلسله است که را به پایان رسانیده نمی شود. برای همین دائم کوشش کنید که خدابین شوید، خودبین نشوید. تیلاخری و تیلا فروشی مردان بینید، خدابین شوید. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را بینید به دیده دین، به دیده شریعت، به دیده قرآن، به دیده حدیث محمد علیه السلام. این دین بسیار 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 چیزی نازک است. ایرا خیل گفتن قطعیم ادا کردن شاید که از مقدره و قوت بشریت و از ناتوانی و بیچارگی بندگی ما نباشد. من برای بسیار 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 کوشش کردن در کار. بسیار بسیار گفتیم که در قصه ها آمده است مرد در جمعیت همی خلشن شیشتگی آه گفت، آه گفت، از درون دل آه کشید. مردم پرسیدن چه آه؟ گفت چند سال از گفت در سفر حج قصدی سفر خانه خدا داریم میسر نمی شود، دسترس نمی شود. مردی دیگر صاحب حال نشسته بود گفت من 7 حج دارم، 6 تاش ای تو، یک تا همون فریدش ای خودم، 6 حج من در همین آهی تو دادم، همین آه به من فروش، همین آه مقابله شو و اجرش به من عوض کن با 6 حجم. از غیب آواز آمد در سیر دوست خدا که تو شرم نمیداره این آهی بنده مرای خیلی ارزانی خریداری میکنیم، این آهی را ما خیلی قیمت خریدار هستیم. انا برای همین این همه این یک آهی که کسی که قدرت و توان نداره و مقدره نداره شاید که خیلی 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 بالا و بلند باشد. برای همین دائم خدابین شدن در کار. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را دیدن در کار به چشم قرآن، به چشم حدیث حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. حضرت خواجه حافظ برای هم میگه که آینه خدا نما بفرستمت. تو نگاه کنم من چیزی روانت کنم که تو خدا را ببینی. و یک روایت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و یک روایت کتاب مقدس قرآن. برای این انسان دوستان خدا، انبیا و مرسلین، شهدا و صالحین، عزیزان و بزرگان، پیران و استادان و عالمان یگان شخصیت خودشان ندیدن. حضرت بیبی عایشه رضی الله عنها تا قریبی های شما به یک روایت 80,000 دینار، ممکن 8 میلیون شود یا از این زیادتر شود به قیمت حاضره. همین قدر پول و تنگه و طلا در راه رضای خدا صدقات داد، احسان کرد. نماز شام قریب آمد گفت چیزی بیاره روزه کشایم. روزدار بود، روزدار نافله، روزدار فرد رمضان نه، رمضان مبارک نه. گفتن در خانه چیزی نیست ای مادر مومنان، در خانه چیزی نیست. برای چشم خدابین داشتن، چشم رسول بین داشتن، خودشان ندیدن، گرسنگی خودشان یادشان نداد. در پیشونی قدرچی نان آورده، قدر روغن در یک پیاله آورده که همین نان در روغن تر کرده بخوره. اگر شما همین پول و مالی که در راه رضای خدا داده یک ذره ایش میدادیم، ما ای بزرگ برای شما یگان طعام مهیا میکردیم. یا که حضرت عثمان رضی الله عنه 100 شتربار یا زیادتر در مدینه منوره وقتی که در راه رضای خدا فدا کرد، سوداگرا و خریدارا از بیرون مدینه آمدن، حلقه زدن، گفتن یک به 2، یک به 3، یک به 4، یک به 5. این زیاد بردن. به یک روایت تا 5 6 بردن. گفت که 1 به 10 کسی بتیا. و گفتن که آخر خیلی تجارت نیست یا عثمان تو که خودت میدانی. گفت من شخصیت یافتم که 1 به 10 سر ابتدای بیعشی، ابتدای خریدارش 1 به 10 میتیا. و گفتن چکل؟ گفت من جا بالحسنتی فله 10 امثالها. خدا در قرآن گفت است کسی 1 نیکویی در درگاه ما کنه 10 نیکویی عوضش از ما انتظار باشه. ابتداءً خداوند با 1 به 10 خرید است.
این بار قافله گندم و خوراکه انسان را گفت در راه رضای خدا من برای فقرا و مساکین اهل مدینه منوره بخشیدم گفت. همه را بردن تقسیم کنن به مردم برسانن گفته خودشان از هوش بیهوش شدن. از هوش بیهوش شدن. وقتی طبیب آوردن دوادم کردن چی رسیده باشد اسمان زین و را دیدن از گرسنگی را بیهوش شده است. 100 شتربار در راه رضای خدا میتیه از گرسنگی را بیهوش میشود. انا مرد خدا، انا مرد خدا، انا برای این یا حضرت عمر رضی الله عنه چندین بار احسانات کردن. 3 بار از نصف مالشان برآمدن، نیم مالشانه خانه را و بایگریشون همشون را تقسیم کردن. نصفه لله و نصفه عمر گفتن، نیمش برای خدا نیمش برای عمر رضی الله عنه. خبر پرسیدن که از ابوبکر صدیق چه خبره؟ گفتن که ابوبکر صدیق از کل مال برآمده است. گفت ای عمر دیگر تو به ابوبکر رسیدن محاله، به ابوبکر عمر را میرسه؟ گفت دیگه هرگز. برای همین این دنیا را که همه دوست داشته است، نیکی کاری کنه که در احتیاجمندا شده، فقرا شده، مساکین شده، بخصوصا مسلمان باشند، قطعی نظر مسلمان هم نباشند، انشاءالله اجر ثواب عظیمی از جانب حضرت خداوند و نماینده خداوند موعود شده است، وعده گردانده شده است که بسیار بسیار اجر ثواب است. نیکی در خویش و تبار و با اهل قرابت باشه 70 برابر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارکش مضاعف گردانیده ثوابه. برای هم خویش و تباری میشه و هم خدمتگزاری حضرت خداوند جل جلاله. انا برای همین ما فقط خردآخری را میبینیم و جیبکاری را و پنجکلات الاخری عرب ها را میبینیم، مسجد راستکنی را نمیبینیم، مدرسه راستکنی را نمیبینیم، اعانت دین را نمیبینیم، حافظای قرآن زن دادن نمیبینیم، طالب علمای بیزن زن دادنشان را نمیبینیم، خانه ای که بیگه فقط نان دیگه چیزی نداره اونم میشه ترک کنه بخوره او را نمیبینیم. در همسایگی مانند، در همسایگی مانند در قصه حضرت ایوب علیه السلام آمده است. با یک روایت یک سببی که به سرشان مشکلی آمد، همسایه‌شان خانه‌شان در تنگی و گرسنگی بوده است. بسیار داد و فریاد و بسیار گریستند، فرزندها را به درشتی و سختی گرفتند که شما در همسایگی ما همین شخصیت به این درجه زیست و زندگانیش همسایه. برای همسایه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و در شأن همسایه که گفتند کان جبرئیل یوصینی بالجار حتی ظننت انه سیورثنی. بود جبرائیل که من وصیت کرد برای همسایه، برای همسایه، برای همسایه، حتی گمان کرد محمد صلی الله علیه و سلم که همسایه میراث میبرد از من، تا با همین درجه را سخت وصیت کرد که من گمان کردم که همسایه میراث بر است برای همسایه. حضرت ایوب علیه السلام با یک روایت 7 سال گرسنگی و آتش غضب خدا بالای تمام امتش آمد، بالای تمام سرزمینش آمد، همه ناز نعمت آب و نان و طعام همه از دست رفت. اگر چندی این کار یوسف جان خانهش $50,000 در تعمیر مینه، $50,000 میدونی چند کپل میشوه؟ ده بچه ها جانم یه حساب کتاب نداره. ما یا متصدیم، ما یا پیش خدا جواب گوییم، پگه آب و نان و طعام خوردگی را پیش خدا جواب میتیم. حالا تا به هیچ خیلی کار حضرت بابا ایشان معصوم اسماعیل جان معصوم کلان میگه که راه پر تشویش و منزل دور مقصد ناپدید، راه پر تشویش و منزل دور مقصد ناپدید، بر سر میزگان چه اشک ایستاده ای هوشیار باش، بر سر میزگان چه اشک ایستاده ای هوشیار باش. این راه بسیار پر تشویشه، خطر بسیار ای بالای ما و شما، راه پر تشویش، منزل دور. آخه برای به بهشت در آمدن، به رضا و رحمت نامه اعمال بر استراس گرفتن، پل صراط 3000 ساله راه گذشتن. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفته است ما چی آمادگی برای پل صراط کردیم؟ اینا همش عبرتنده بچه ها جانم. چی چیزی به خطا که در برابر یمو به خدا را که به رسول خدا را به من نکن، به من نکن. الحمدلله من دستم پام آلی کار کرده است، برای جان خودت بکن که پگه خدا پرسد چی جواب میگفته باشه. ما برای یک خانه بغیر مهمان خانه اگر خالی باشه همین نانه پگه در قیامت میپرسند. یک خانه که برای مهمان نباشه و خالی باشه، سالی دراز خالی باشه، این خانه های 3 و 4 همه خالی، نه تلاوت قرآن، نه نماز، نه تسبیح تحلیل، نه یاد خدا. خدا همه را بهشت بره، همه امتی مرحوم اهل بهشت است. نیکی تا بهشت راه خیلی طولانی، تا بهشت راه خیلی